بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. عرض سلام دارم خدمت همه دوستان مخاطبان محترم و عرض تسلیت 35مین سالگرد فقدان و رحلت حضرت امام رهبر کبیر انقلاب. امام چه ویژگی هایی داشت که توانست انقلاب کنه بدون اسلحه، بدون نیروی نظامی، با چند اطلاعیه و نوار مدیریت کرد از نجف و پاریس و از قم و توانست یک حکومت ریشه‌دار طاغوتی رو سرنگون کنه و بیش از 40 سال و 45 سال این انقلاب بمانه و در سراسر دنیا با نام امام شناخته بشه. نخستین ویژگی ایشان اخلاصش، چون برای خدا حرف میزد خدا هم او رو کمک کرد. این آیه قرآن ان الله یدافع عن الذین آمنوا. آن روزی که از قم ایشان رو تبعید کردن، تنها بردن و آن روزی که وارد ایران شد با میلیون ها نفر استقبال کننده، برای امام هیچ فرقی نکرد و این اخلاص او بود. می‌فرمود خرمشهر رو خدا آزاد کرد، جنگ رو خدا اداره کرد. یک بار از خود نگفت. اگر کسی خودش رو ندید و خدا رو دید، از من خالق فی اعینه، خدا هم او رو کمک میکنه. ویژگی دوم امام امید بود. امام در قاموس و در سیرش یأس و ناامیدی راه نداشت. بنده که خودم در انقلاب از آغاز بودم، نوجوانی بودم زمان شاه، یادمه بعضی از بزرگان در همین قم میگفتن چی میگه امام؟ مگه میشه انقلاب کرد؟ مگه میشه گارد و ارتش و آمریکا و مگه میشه؟ اما امام گفت میشه. حتی بعضیا به امام گفتن آقا شما به تغییر قانون اساسی اکتفا کنید. فرمود شاه باید برود، نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر. انقلاب شد. بنده یادمه در همین قم افرادی از تحصیل کرده ها به امام گفتن جمهوری دموکراتیک. فرمود جمهوری اسلامی، نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر. دقت کنید، امام متکی به رأی مردم بود، نمی‌فرمود حرف من، نظرشو میداد، مردم هم دنبال میکرد. جنگ شد. از 17-18 کشور ما توی ایران اسیر داشتیم. صدام 5 استان ما رو در یک شب فرودگاه ها و مراکزش رو زد. دشمن وارد کشور ما شد، تا پشت دروازه های خرمشهر آمد. امام آمد پشت تلویزیون، فرمود یک دیوانه یک سنگی انداخته و رفته، ما این سنگ رو به خودش برمیگردونیم. شجاع بود، هیچ نترسید. رئیس جمهور و نخست وزیر یک شب سوختند، شهید رجایی و شهید باقر. 72 نفر از مسئولین یک شب سوختند، خم به ابرو نیامد. شجاع. اینا ویژگی های امام. خدا محوری، امید، شجاعت. ویژگی دیگر امام اتکاء به مردم بود. امام مردم رو قبول داشت. آقای مطهری وقتی رفت نجف و برگشت، گفتن امام رو چگونه دید؟ گفت چند تا باور در امام دیدم. آمن به ربه، به خدا باور داره، به هدفش باور داره، به مردمم باور داره. لذا امام مرتب می‌فرمود کوخنشینان، فقرا، اینها انقلاب کردند. مرتب می‌فرمود توده مردم رو هواشون رو داشته باشید. اینم خصوصیت دیگر امام بود. ویژگی دیگر حضرت امام این بود که خود ساخته بود، اصلاح نفس داشت. به عبارت دیگر اسیر هوای نفس نبود. بنده یادمه در سال 61
25 کشور دنیا رؤسای جمهور و سرانشون اومدن ایران. در اون جمع البته فکر میکنم اکثرشون هم از دنیا رفتن. مثلا یکی از اونها ضیاءالحق بود، رئیس جمهور پاکستان. یکی از اونها سکوتوره بود. یکی از اونها یاسر عرفات بود. اینا آمدن در جماران یک اتاق کوچکی، امام نماز مغرب رو خواندن، رو همون زمین نشستن و برگشتن به سمت اونا، فرمودن بیاید من یه قدری شما رو نصیحت کنم، برید در قلوب مردمتون حکومت کنید، نه بر جسمشون. کی با این جرأت میتوانه به رئیس اتحاد جماهیر شوروی اون روز که گورباچوف بود نامه بنویسه، بگد کمونیسم باید در موزه های تاریخ دیده بشه و من صدای خرد شدن استخوان‌های این تفکر رو میشنوم. خب بالاخره امروز این حرف آسونه، اما اون روز هنوز این کشورها تفکیک نشده بود که وقتی شوارتنادزه آمد دیدن امام، بهش گفتن چه دیدی در امام؟ گفت عظمت، ابهت. در یک اتاق کوچکی، امام کاخ نداشت، امام زیلوتی اتاقش بود، ساده زیست بود، حساس بود. اگر آب میخورد نصف آب رو کاغذ میذاشت، میگفت بعداً بخورم اسراف نشه. به جزئیات توجه داشت، به خانواده مهربان بود، به کودکان مهربان بود. امام جامع بود و این جامعیت خیلی مهمه، لذا نام و یادش ماند و خواهد ماند و آیندگان خواهد شناخت. البته به فضل الهی تجلی اندیشه های امام در رهبر عظیم الشأن انقلاب حضرت آیت الله رضوانی خامنه‌ای متجلی شد و این مرد هم که بنده ایشون رو بیش از امام میشناسه، یعنی بیشتر از امام باشون از نظر زمانی بودم. خیلی سالها خدمتشون رسیدم، منزل رفتم، روزه رفتم، منبر رفتم. این شخصیتی بود که در واقع خمینی دوم بود و خط او رو ادامه داد. امیدواریم این بیداری اسلامی، کی در دنیا فکر میکرد در پاریس و لندن نام فلسطین مطرح باشه؟ بیش از 100 کشور دنیا طرح شناخت فلسطین رو به عنوان عضو سازمان ملل مطرح کنند. رژیم اسرائیل رو کودککش معرفی کنند. اینا همه ثمرات این قیام مردمی است. یاد و خاطرش گرامی باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.